ببخش من اینجا سوال داشتم که اگر مثلا شخصی در اولی ماه مبارک رمضان روزه داشته باشد و از روی سهوا چیز را بخورد و یا بیاموشد، یعنی چه حکمی دارد بعد از خوردن یا نوشیدن بفهمد که روزه داشته؟ تشکر. یعنی دوستای عزیز، اگر کسی روزه داره و خواهر ما میگه که من روزه داشتم، لکن اگر یک کسی روزه داشته باشه و فراموش شود که روزه داره، چیز میخوره یا مینوشه، حکم از چی است؟ اگر یک کسی روزه داشته باشه و روزه را فراموش میکنه، میره در خانه خود یخچال باز میکنه، یک دانه مرغ است، ران از این مرغ میکنه و میخوره، یک گلاس آب هم میخوره، خوب که شکمکش سیر میشه، یک وقت به یادش میاد که روزه دار است. اینجا این انسان مهمان الله هست، چون فراموش کرده. روزتان دوام بتین. امروز شما مهمان الله بودین، بالای شما هیچ چیز نیست. ان شاء الله تعالی روزتان درست است.